بله محترم جماعت، برای میتی در این تابوت خواب بوده حقتان را حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ بس نباشد من هم حلال کردم. حلال ده. من نمیکنم. حتی یک نمازی جنازه را خوانده نمیتوانی. این دامولا ساخته است سرتکل. این همون دیوانه است. تو چی اینقدر با استادم چسبیده ای؟ تو آدم را حتی با دوزخ هم میبری. حریف دیوانه. ای خدای توبه، این مرده زنده شده دیوانه میشده است. اکا من رولتو کوب کنم؟ چی میگوی تو؟ چی خیلتو کوب؟ ای حریف، این خدا من دیوانه نیستم. من دامولای حقیقیم. من سیدم. من نبردم. ای بخدا که همه این خود دیوانه اخرشون رو خوردن. پیش درا میرویم. ای گم شو از اینجا. مایلش من رفت گم شو. استاد جنازه این آدمی از نو زنده شده رو دویم باره خواندن ممکن است؟ همین که فرصت یافتی در حال سوال میدهی. جنازهش رو خوانده میشود یا نه؟ خوانده نمیشود. آدم آخر از نو زنده شد، نمرده بوده است. از همین سبب خوانده نمیشود. یعنی زامبی ها عذاب قبر رو نمیبینند؟ نه هجری، نه. حتی از نو زنده شده اومده باشی هم جای بازگشتی اومدن از قبرستان است. یعنی نمیبینند. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد. سلامت باش. مبارک است. همه چیز رو میداند. ماشاءالله استادی جان. کالتاکیلوس گفتی؟ انا اون دوزی مشهور بود کو؟ او با خود یک زنی شریک داشت است. چی داشت است؟ او را جستجو دارن. یک اکشنی تیار نپرس. اون زن رو یافتن مگر؟ نه هنوز نیافتن، اما یک ثبت کامرا بود است. حالا از قفای اون هستن. مگر یگان نشانه یافتن؟ نه حالا نیافتن. مایلش زورو جون، من میرم. خیر تو بازدید. مالش جانم. خیر. حالا سلام کارتاکیلاس، من سقراطم. از من چی میخوایی؟ کاری نیست که از عهده‌اش نبرایی. خاطر نشو. اما کنم بیا انتظارت هستم. برادر با شما دیگر کار نمیکنم. تمام شد. میایی کارتاکیلاس، میایی. هر کسی که با سقراط خوبی میکنه البته که سقراط هم او رو بی نصیب نمیگذاره. تو رو در مکانم انتظار میشم. الله. برای کدام خوبی گفت زده شده است؟ برادر تو چی گفته است؟ کی رو میبینم؟ کنعان دیوانه؟ خوش آمدی؟ خوش باشید کمیسر. بخیر است؟ چی بود است اون گپی بسیار مهمه که به من گپ زدن میخواستی؟ در جستجوی عدالت هستم. در جستجوی عدالت؟ بله. چشمونم را سیراب کردی، حالا میگیریم. مگر به سر تو سنگفتید که عدالت رو در شعبه جستجو میکنی؟ بگو چی درد داری؟ کمیسر، کارتاکیلاس بیگناه است. یعنی چی خیر؟ همین که کارتاکیلاس مرا نپرد، برعکس حیاتم را نجات داد. خوش آمدی. مرحمت کردشین. با تو برای صحبت کردن نآمدم. چی میخواهی بگو؟ با تو هم کاری کردن میخواهم. از این پس دستی راستی من میشوی. مرا هیچ نشناخته ای. من با هیچ کس کار نمیکنم. آدم هیچ کس هم نمیشم. هر انسان در خودش حسیاتی دارد که او را فریب نمی کند. من به تو باور میکنم. امید یگانه من تویی. تو فکر داری که مرا مجبورن کار میفرمایی؟ کار با زوری هم حل می شود اما این اصول ما نیست. تنها میخوام قرضتون رو به من برگردانید.
من از تو هیچ قرضدار نیستم. انسان اگر به درد گرفتار شود البته از پی دارو و درمانش می شود. تو بوده گوش کن کلتاکیلاس. اگر به تو گفتم که امیدی من تویی پس تویی. من از خودم به تو زیادتر باوری دارم. نباشد این خانومی زیبا را حالا به محبس روان می کردم. کنی یک به من نگاه کن. تو از قفای چی کار هستی کنعون دیوانه؟ یا مگر کلتاکیلاس رو پیش از من یافته و از من پنهانش داری؟ کنی گپ زن. نه کمیسر، اگر دروغ گویم بی‌شرف باشم. با خدا که کلتاکیلاس بیگناه است. پیامانه تو تا دیروز او را کشتن میخواستی؟ کنی بگو چی گپ شد؟ تمام خاطره هایم پوره برقرار شد کمیسر. بیهوده من او را عذاب دادم. کلتاکیلاس بیگناه است، بیگناه. چی خیل بگناه؟ چی خیل؟ اگر گپی تو راست باشد هم او دزد است. حتی دزدی بسیار خطرناک. او روز گذشته آثارخانه ملی را دزدی کرد. ماشین دزدید، به شوبه در آمد. از همین سبب به من نگو که کلتاکیلاس بیگناه است. نگو، این طور نگو. مایلش در مقابل این ثبت چی میخواهی؟ یک کتابی دستنویس. کتاب؟ بله، کتابی 500 ساله. همه این معلومات ها در اینجا هست. جای کتاب عمیق و دقیق نوشته شده است. کتاب رو آورده ثبت رو میگیرم. البته با تنها قرضمون رو گرفتن میخواهیم. کتاب رو بیار، ثبت از آنی توست. البته چه خیلی باور دارم. چه خیلی همیشوم که نسخه دیگری ثبت در دست تو نمیشود. تو سقراط رو شناختی در این خیل کارهای خوب خیانت نکردنش رو خوب میفهمی. لبای زورو کلتاکیلاس ای بخشش سیاه در کجایی؟ چه کار داری؟ با میخوریم؟ مایلش چرا آوازی توی این خیل است؟ یگان گپ شد؟ یگون چیزی مهم نیست، بعد میفهمونم. خوب مایلش خوب. اوف. کمیسر، شما چیزی گوید گفتن گیرید. اما من بیاناتم را عوض کردن میخوام. من با شما گفتم که کلتاکیلاس بیگناه است. خوب مایلش بیاناتت را عوض بکن. اما فراموش نکن از تو نتیجه تشخیص طبی درباره برقرار شدن حافظت را گرفتن من در کار است. آقای کنعان، این را دانسته باش. اینش از کجا برآمده؟ بیانات من مگر بسنده نیست کمیسر؟ این تشخیص و نتیجه آن با کی لازم است؟ از کجا دانم که تو یگان حیله کاری نکرده ای؟ آخر شما این را از کجا برآوردید؟ این خیال نکنید من با شما گفته ایستادم که او بیگناه است. خوب مایلش کنی بیاناتت را عوض بکن. رفته نزد پلیس نوبتدار بیاناتت را سپار. با این واسطه عوض بکن. رفت. مایلش کمیسر، مایلش. او بیگناه است، بیگناه. البته او مرا نپراند. کلتاکیلاس از پس چی کاری باشد؟ از پس چی باشد؟ وای بیشرف تو باز چه حیله کرد ایستاده ای؟ خاطر کنعان برقرار شده است. در آخر به یاد آورده است که من او را نپراندم. ای خبری خوش است که آخر چرا پریشان خاطر هستی؟ آخر اکنون به بیتل همش را گفته میتوانی؟ من این را گفتن نمیتونم. اما چرا؟ بیتل من را همچون دنبازی ها میداند. یک دزدی خطرناک بودنم را نمیداند. این را نباید فهمد. خوب همه این در گذشته بود. آخر بعضا گذشته از گردن انسان دور نمیشود. مایلش در کی بودن ثبت های کامیرا را یافتم. چی؟
اینطور شده 7 سالی عمرم در بین 4 دیوار پوسیده رفت. با اون دیواری خون، با اون دری آهنین، با اون پنجره، از روی آتش انتقامی در داخلم بوده طاقت کردم. نفرتی نسبتی تو داشتم، مرا به پای داشت. وقتی آتش انتقامی تو را گرفتن رسید. چی را میخواهد که دزدی؟ ندانستند خوب از زهرا اهمیت نداره. اگر خواستش پول باشد. با پول علاقه نداره. نه نمیروی. خفه نشو و به این اجازه داده نمیتوانم. زهرا من نمیخواهم که پلیس تو رو دستگیر کنه. کلتکیل است گفتم که نمیروی. من باشم این را نمیخواهم، چون اون همه چیز رو به یاد آورده است. زهرا تو چی گفتنات رو میدانی؟ اگر این رو نکنم با حبس میدروی. ای آخر شاید با یگان جزای کم خلاص شوی. از روی این حادثه جزایت دوچند می شود، چون اون همه چیز رو به یاد آورده است. نمیروی. و این مجبورم. دیگر چاره نداره. امکان هست. چی خیر؟ این ازدواج ساخته رو به آخر میرسانیم. چی؟ یک ماه رو انتظار نشده این ازدواج ساخته رو به آخر میرسانیم. معلوم که این آدم از برای من تو رو تدبیر کرده ایستاده است. کازر در دستش بوده رو اگر گیریم به تو هیچ کار کردن نمیتوانیم. خیر بابا باید چی میگی؟ دیگر مردم چی میگویند؟ اینها رو یک طرف گذار فکر نکن. این رو بیا. این بسیار فداکاری بزرگ است. این رو قبول کردن نمیتوانم. چیزی شود شده نگیره. زهرا لطفاً از برای من شده وضعیت رو بازمش بیتر نکن. من با کاری که تو رو با خطر میگذارد راضی نمیشوم. این کار را از اول میدانستم. از اول نباید تو رو به این کار همراه میکردم، اما نشد. تو به این مسئول نیستی کو. من به تو تکلیف ازدواج ساخته برپا کردن رو کردم. مایل شد تو با دنبال زیاد تخریب کرده بودی. کلتا کلاس بودن من رو نمیدانستی. این کار رو من باید حل کنم. کلتا کلاس؟ من چرا اینقدر برای تو مهم هستم؟ چون که من زهرا، چون که من به تو عاشق هستم. تو رو دیوانه‌وار دوست می‌دارم. چون که تو در حقیقت تو برای من بسیار عزیز هستی. شوکت نبای برادر مسئله اپای جمیله رو حل کردن. در خونه رو با اینجا دعوت کردم. از دادنم لازم. چی شد؟ یگان حادثه شد رنگ روی پرید از بینشین؟ نباید برادر، سرمون در بالاست. چی بلا شد برادر؟ بالای سخرات این حریف رو از کجا به سرم برآوردی نمیدانم. برادر بلا نمیپرسد که کی بیام کی نیام. خیلی مایلش برادر. چی شد؟ چی میگوید؟ چی میخواد؟ اهمیت نده، بعد میفهمونم. مسئله اپای جمیله رو حل کردنمون در کن. میگوین نامش رو گیر و موی سرش رو کش. آمد خفش نکن. شنیدم مسئله مرا چه خیلی حل میکنی ها؟ اپا این که نگو. صدقه تو شوان بشین گپ زنیم. گوش کن اپا، ما از تو بسیار قصدور هستیم. این رو میدونم لیکن در اینجا موندن نمیتوانم. آخر برای چی؟ اپا همه ما رو در اینجا همچه دوملا میدونن. فهمیدی؟ آخر دوملای سوخته بودنم رو نفهمن گوته بازور حیات بسر برده ایستادم. باز حالا باشه تو اومدی، یعنی علاوه بر این با اپای سوخته در اینجا حیات بسر برده نمیتوانم. چیزی که در اصل تو نمیدونی یک مسئله مهم دیگر است. چی بود است؟ خواهرم برو یافتم اپا. یا خدایا، از راستی میگویی خدایا شکری تو را میکنم. هزاران بار شکرهای بوجدان، مگر این را نو به من میگویی. چرا پیشتر نگفتی؟ من از پرسیدن این میترسیدم. تو باشه این را نو به من میگویی. اپا جان آرام شو. چه خیلی فکر نکنم ها. تو جون خواهرم گفتم عشقای چشمانت را میریزوندی. من باشم عشقای چشمانت را در درونم میریزوندم. اوی اپا شد. از راستی بیتون رو یافتیم. یافتم دروغ نمیگویی ها؟ شفقت این راست گفته ایستاده است. خیلی شدی دروغگویی را بس کرد. خدایا با تو 1000 بار شکر میگویم. بیا تو را با خوش گیرم. اپا جان، بسیار خودسرد شدم. اپا جان، اپا جان،
آن از همین سبب تو در اینجا مانده نمیتوانی. بیت ما رو همچون دنبازی ها میدوند. تو باشی حالا تو رو همچون اپا هم با او چخیل فهمونم. تو رو بینه چی میگوید؟ برای فریب کردنی اویله آقای اکرم درو گفته ایستادم گویم اگر مایلاش من میروم. اپا جون رحمتی کلم، اما وعده میدیم با تو یک جایی ایست میابم. امروز بله اما با این طرز دایم از تو یگان چیز میخواهد. هر دفعه باشد تو رو به هر کار وادار میکند. نروی تیموز، چون تو برای من خیلی خواطر میشوی. تو فکر میکنی که من خودم رو فکر نم از برای من شده خودت رو به دهان آتش نپرتو. زهرا تو باید ما رو فهمی. لطفاً تو ما رو بفهم. به این راضی شده نمیتوانم. خانم مجبور هستم. خوب مادامی که مجبور هستی پس من هم با تو میروم. چی؟ با تو میروم گفتم. مادام دیگر چاره نیست در این کار یک جای هستیم. چون با تو نگران میدونی پیش نظرم چی میروی؟ چی؟ چرا تبسم میکنی؟ گوش کنید خانم زهرا، این کار شما بسیار رفتاری خوب است و اما این رو کردن نمیتوانم. شما رو این طور گذاشتن نمیتوانم. اما خودت رو پرتافته ایستاده. مادامی که این مشکلی هر دویمون است پس هر دویمون باید پس سر کنیم. گوش کنید خانم زهرا، اگر در حقیقت به من کمک کردنی خواهید گفتم رو کنید. لطفاً در اینجا مانید. به این کار همراه نشوید. لطفاً با احتیاط باش. اگر با تو چیزی شود خودم رو بخشیده نمیتونم. خواطر نشوید. یگان چیز نمیشه. نیکاتا که رسی ما با هم شریک هستیم. تو رو تنها نمیگذارم. رکس بیا رکس با اینجا بیا رکس. خدایا توبه. صبر. ایستا. حاضر. کالتاکیریس از اینجا چی خیلی میبره؟ خبردارش کنم.
نیست سگ هم نیست. در کجا بود که؟ در اونجا. بیا با طرف دروازه رویم. زهرا دویدیم. در اینجا مان کن. من دوامشو با تاکسی روم خوبتر میشه. من این امانت رو دادم میآیم. میلشو اما با احتیاط باش. ای واه چی شد؟ کامیره ها باز محو شدم. خنده آور بدهی زهرا. کامیره ها رو خاموش نمیکردیم و اینجا در آمده نمیتوانستیم. انتظاری مانند دیواری است که با سنگ صبر ریخته شده است. برای با آن نائل گردیدن باید آن دیوار را پس سر بکنی. آن چی قدری کلان باشد با آن نائل شدن هم همان قدر زیبا و پرارزش می شود. این کتاب دستنویس را چنان بی صبرانه انتظار بودم که دیواری که با سنگ صبر ریخته بودمش آسمان را شکافته به فضا رسید. با خدا که من نه سنگ نه دیوار رو نمیفهمم. امانتتون رو آوردم. من هم امانتم رو میخواهم. تمامی ثبت ها تازه کرده شده. مرحمت گلتکیلاس. ثبت در اینجاست. تا با خوری آینده این خیلی چیز نمیشه سکر. دیگر با نمیکنم. اکا کی بودن زن رو فهمیدم. کی بوده است؟ اکا زنش بوده است. یعنی زنش بوده است نه؟ ای آقای کاتاکیلاس با تو حالا بسیار وام میخوری. کجا شدی کاتاکیلاس؟ مگر سطر رو نگرفت چی؟ مگر به سرش یکم حدیث اومد؟ خانم زهرا شما حالا هم خوب نیستیم؟ کجا شدی؟ بسیار خبوتر شدم. ثبت رو آوردم. یعنی خلاص شدی؟ بله. یکی در دست او یگان نسخش باشد؟ نه فکر نمیکنم. آها چه خیلی امین بوده میتوانیم که یعنی آخر به شخص دروغگو مانندی ندارد. از همین سبب کارش رو تمام کردم. او باشد به عوضش این رو با من داد. انیقه یعنی؟ بله. بسیار سپاس گذارم حیاتی مرا نجات دادی. نباشد من به حبس می افتادم. من با شما نگفته بودم که این خیلی چیز نمی شود. تو قهرمانی من هستی کالتاکیلاس. خدایا توبه. مگر قهرمان شما زاغ سیاه نبود؟ مانند قهرمان شما زاغ سیاه نشوم هم. مرا گوش کن. دیگر نامی او را به زبان نگیری. بخشش. باید نام او را به زبان نمیگرفتم. عذر میخواهم. خیر میلش به من اجازت من روم اکنم. به کجا؟ نزد شوکت برای خوب کنیم. در اینجا مده نمیتوانی؟ نه من شما را ناراحت نکنم. مگر این خیلی میشود نرو لطفا. روم در یک اجرا با یک دوست نماند یعنی شوق کش.
زاغی سیاه در کجایی؟ برای اومدن تشکر زیاد. در اصل باید نمی اومدم و بابایم وعده داده بودم، اما چون دعوت کردی اومدم. خاطر نشد در اینجا بودنت رو هیچ کس نمیداند. بیا. خیل شدنش لازم است. این خیلش خوبتر است. تو را دیگر من نمیبینم. بارو نکن. بگذاریم شب ما شود. در باره جدایی گپ نزنیم زهرا. من تو را دوست داشتم. حتی بسیار دوست داشتم. پس نقابت را کشا رویت رو ببینم. نه، همین خیلی در خاطرت بگذار مانم. به شما به نام یک حکایه بود میبی. بسیار حکایه خوب بود. بیا اولین و آخرین رقصمون رو بکنیم. Yazık anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi acıyla Alvida işkam. Seni severim. Allah lütfen. Seni severdim. Hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Dar ağacım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkını kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim. رفتن نمیتوانم. جدا شدن نمیتوانم. تو را بسیار دوست میدارم. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkını kime satmış hain. Ben her savaş meydanında seni severdim. زاغسیا نه تو شدن نمیتوانی. نه زاغسیا نه نه زاغسیا کلتکی نیست. نه نمی شود. شدن نمیتواند. نه نه زهرا
چه شد خوب هستی؟ خوبم، من خوب هستم. وقتی آخر همه چیز بالا به بالا اومده ایستاده باشد من خوبم، راستی خوبم. شما چه خیلی هستید؟ خوبم. تو را چون این خیلی تبسم کنم بینم البته که باز هم خوبتر میشم. تشکر. خوب، من به مسجد میروم. خیر تا بازدی. من تو رو برم؟ نه، من کمتر راه گردم فایده داره. من هم راه میروم. خیر لابای به تو براری کار و موفقیت. رحمت. کارتکی واس دومولو گفتنی بودم. برای همه کارت تشکر. هیچ گپ نیست. استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. چی شد؟ چون در کنج اطراف پنهان شده معلوم که سوال داری. پرس. عیناً همین خیلی از کجا فهمیده؟ من میفهمم. من دومولو هستم. بپرس. استاد سیاحت استرونومی جایز است؟ چی؟ استاد همین خیلی چیز بوده است. انسان‌ها هنگام خواب روحشان از بدنشان برآمده به جای میخواستشان رفته میتوانستند استاد. بعد از سیاحت کردن باز به بدنشان برمیگشتند. سیاحت استرونومی میگفتند این را جایز است یا نه؟ یا توبه هجری، روحت رو از بدنت چون جدا کردی چی بدش میاری؟ مگر اون رو با مغازه به نان خری روان میکنی؟ چی دانم آخر مگر دوری عالم کردنی هستی؟ نه استاد، یک طرف وطن رفته چرخ زده می اومدیم. پسرم به وطن چرا روحت رو تنها روان میکنی؟ بدنت رو هم روان میکن تو یک جای روان. یا خدای توبه. استاد روحم یک چند ساعته وطنمون رو تماشا کردن میآید. ای بیامان هجری، با استرونوم سرت رو مانده نکن. مگر رو از بدن جدا میشود پسرم؟ جدا نمیشود استاد. جدا نمیشود هجری. هنگام جدا شدنش آخر وفات میکنی. چون وفات کرده دیگر راهی برگشت نیست. یعنی استاد این کار انیق جایز نیست؟ چون که من این رو در اینجا می نویسم استاد. نویس هجری، نویس. جایز نیست. تصدیق میکنم. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. خیر، روزهای خوش. تشکر زیاد استاد. ماشاءالله مثل کتاب انسیکلوپدیا است. همه چیز رو میداند. خدا شما را از سرمان دور نسازد. آقای سمی، من پریشان بودم. در اصل شما مرا ببخشید چون بیخبر آمدم. استغفرالله. بخیر است؟ بخیر. اینها برای شما یعنی گرچنده بخیر است گفته در بینمون کمتر نافهمی ها شد. این به شما گیرید. تشکر زیاد. بسیار زیبایند. اینها گل‌های از همه دوست داشتم هستند. از راستی من هنگامی از نزد دوکان گل فروشی می‌گذاشتم در مورد چون اینها رو دیدم شما به یادم اومدید. گفتم که از اونی که در اونجا می‌ایستد به خانم بیتو بیارم در نزد او ایستند. او خوشبوی است. بله. کمتر از اون البته. مرحبا. خوب هستی؟ بله من خوبم. خانم بیتو من اونقدر خوب نیستم. تمام. بیایید به اینجا بذارید من پیشای شما سنجم. مالش میشه. آه خدا تو چرا تمام. آرام شوید. دستتون رو بشوید. ممکنه فشارتون پس شده باشد. کمک کنم. در اصل در وقتهای اخیر چی میشود من نمیدونم. در هیجان میافتم، تعبم میکنم. بعضا وقت بسیار غمگین میشم، بعضا باشه بسیار خرسند میشم. خود به خود میخندم اما
اما دوئین هنگام دیدن شما میشه. فشارتان 128 داد. خوب است یعنی. بله. تموم داشتم. خانم بیتون. بله. من در اصل به اینجا برای با شما گپ زدن آمدم. در برای چی گپ زدنی بوده؟ در اینجا نمیشود. امشب وقت دارید؟ چرا؟ برای گپ زدن. آقای سمی. خواهش میکنم. گوش کنید. تنها گپ زدن میخوام. 1 ساعت. تنها 1 ساعتتون رو جدا کنید. نمیشود. مایلش. باور کنید که 1 ساعت زیاد نیست. مایلش گفتید؟ مایلشو. اما امشب نمیشود. پگاه شب. اما تنها 1 ساعت. دیگر مونده نمیتونم. 1 ساعت. تنها 1 ساعت. آخر امشب گفتم مگر من هم امشب بیکار نبودم. پگاه شب و میخوریم. پس من میروم. تیار شوم. یعنی تیار شوم گفته انتظار شوم گفته بودم من کاستیوم رو بگیرم. خوب مونید. البته که این رو در اینجا میگذارم. خوب مونید. تا بازدید. زورو جان من یک تاکسی رو فرموده خودم میرفتم. نمیشود اپا جان مگر من تو رو تنها میگذارم و تو هم به من هم هوای تازه پیدا برس. خوب نباشد رفتم. الو زورا چخیلی؟ خوبم جانم. اپم رو به خونش برده ایستادم. خوب. این دیوانه چی کار کرده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ یک ماشین پیشی راهی ما رو گرفته ایستاده است. زورا ماشین رو به طرف روزگیر گذارد. دیوانه شده است چی؟ راه میدی هم نمیگذارد زیو. یک ماشین مرا از قفایم پای برده ایستاده است. چی گپ است آنجا؟ در کجایی کنی بگو؟ به خونه اپم بسیار نزدیک است. چی؟ اخمقی میفهم. برادر با مرکز بیرون. مایلا شکا سراسیمه هستم کمتر تیز سرون. مایلا شکا میرونم. من با اونال زن میزنم. اپا جا لازم نیست. یاسنه اونالم رو نراحت نکن. چرا لازم نیست؟ نمیبینی دیوانه است. باز به سرمون یکون بلا ناوید. هر دویمون حامله دار هستیم. خدا نشان هدیه. جونم در کجایی؟ در شعبه هستم جانم. من به تو یک چیز میگویم فقط واهی منه. چی شد مگر در بیمارخانه ای؟ نه خوبم هستیم. از پس ما یک دیوانه است. راه ما رو بند کرده ایستاده است. گویا که ما رو پیگیری دارد. چیکار کنیم؟ پیگیری میکند؟ در کجای؟ حاضر به چهارراه نزد خانه امان بوده میرسیم. تمام حیاتم حالا من میآیم. در حال میآیم. ایوه کالتکی از هم میگوید. یکی از نای اونالم او رو بینه. یگون کار کردن در کار. الو زیا جان. یزنه اونالم هم آمده ایستاده است. خواطر نشوی گفته زنگ زدم. میبوسم جانم. من هم نزدیک شدم. مالش جانم. اپا جانم نبین ماشین گذاشته رفته ایستاده است. به از هم گوی ناید. مگر میشود که اونال ناید. او تا ما را نبیند آرام نمیشود. اپا جانه
نکن بهت از جهت اینجا بیا بیسار کم نزد سر بیاد مرا چرا من کردی؟ اکا ما رو با بلو گرفتار نکنی. بلایت رو یک طرف گذار در اصل. اگر اون ماشین رو گم کنی بعد میبینی. زود بیرون. مایلش اکا. دقت همه گروه ها من کمیسر اونال وضعیت تاجیلی است عاجلا گروه لازم است تکرار میکنم وضعیت تاجیلی است گروه لازم است کجا شدند؟ این خطر زود نباید گم شوند کنی در این روز کرد اکا را یک طرف گذار زود بگرد مایلش اکا التجا میکنم با او و کودکم ای چیز نشود آنها رو محافظت کن ایست در اینجا ایست مایلش اکا مرحمت گیر برادر گیر رحمت سلامت باش آماده ایستادم گوش کنید این اطراف را خوب از نظر گذرانید فهمیدید خوب جستجو کنید زیر هر تن را ندارد کنید خیلی زود روید تو سردار از انباری نزدیکی صدای سلاح برآمده است انبار با ماشین سوار شوید با اونجا برویم زود باشید تو در اینجا محمود در کجایی؟
در رو کشا پلیس. اونال مادر اینجوری. اونال. اونال. علی. اونال. دستم رو کشو. یاسنا ماشم ریخته رفت. پایم رو کشو زودتر. زودتر. دست و پایم رو تستر کشو ایتون. باسی جون. دست کنم. بای عزیزم. زهرا خوب هستی؟ خوبم. شکر زیاد. بیاید از اینجا برایید. رفتیم. ترسیدم که به اون چیزی نشد. نیو خوب هستم. خوب هستم. اما کم ترسیم شد. نیو سوپر. تمام. طاقت بکنید. کم نگید. بیو. عزیز خوب هستی؟ بیشتر خوب هستی؟ جانی من. Kar teki lesz az azt.